намозхон бо парвардигор муноҷот мекунад. лав алима алмуsalli ман юноҷи малтафата бишай. агар намозхон медонист ки бо ки муноҷот мекунад, ба ки гап задестай, ки гӯшиш кадестай, ҳамин дунё зер забар шавад, дига ва чизи аҳамият намедорад. دیگه عقل فروست نداره و چیزا رو درک کردن نمیتونه واقعا. سبحان الله. برای این نماز جدی بگیره. همه چیز گذرانده ای. همه چیزش عاقبتش پشیمانی داره. غیر همین روزه و نماز طاعت عبادت پروردگار که این توشه سفر تای. همین آدمی که نماز داره، روزه داره، برای اینا مردن هم سبک میدونه. اینا در سکرات هم که غلطید ان شاء الله میگم من قطیب توشه دارم. های به حال او کسی که نماز نخونه. و هیچ دیگه نداره آخی. خداوند از فسق فساد، از بینمازی و از ترک روزه و از عملهای غیر مشروع جمعیت ما را حفظ کنه. آمین. تو ضروریام می اولش که وقتی نماز 5 minut و 10 minut بیسته یگو نماز. دویمش که اختیاری ماشین در دست خطایی. любой гардиш на то мехонам. حتی اگر آخه مردم مسلمانان باور کنه ولی همه هر چی میگیم این همین لوی راه در بیست در پشت ماشین جای نماز فرض نماز بخونه یک از کار نمیکنه. انا همین مایل باشه جای نماز خونی بسیار است. وقتی اگر اختیار در دست خودت نباشه общественный ترانسپورت باشه یا در اون ترانسپورت خودتی و رفتی در یگو مثلا پروبکا غلطیدی امکانی برمدن نیست اونجا ماشین مونده فرماده نشوه آن می حالت به حکم ضرورت در آخری وقت نماز خونده میشه و با این موضوع شورا نه که وقتی اختیار در دست خطای وقت هست باید نماز بخونی خشوع وقتی که با در دوری نماز خوندی چندین فرض ترک میشه این رکوع ترک میشه و سجده ترک میشه همین کوشش کنی که همین نماز جدی بگیری بچه‌ها اگر جدی بگیری وقت میوی شرایط میوی نه که همین جدی بگیری خیلی میشه و این طریق هم نیست اسلام یک کس گفت که دوملو من در باشین کران کار میکنم همون بولو در نماز من با ایمو شورا میخونم تیمم میکنم با ایمو شورا میخونم من گفتم اگر یکی برای ایو رستا پیشو بگیرم بولو میپرونی نمیفرم برای حاجت خونه کو میفروی آخه برای نماز فرض الهی نمیفروی اگه تو زور غیرت کنی در اون جای کارت پیشین عصر میخونی آخه همین دو نماز ای با نمیدونی تو دانو خدا او در تاب دست خیلی بلنده کو او خیلی بلنده او خیلی زور باشه چنین ایتاجای همین دین ایج عبور دل بود 8 ایتاج دست تو 8 ایتاج برو اومده آدمای تری واز بین اوکی اگر به شرط همت باشه کو به خدا قسم جای افت میشه همین ما استودیم بده در این همین جزیره همین طلبای جزیره ما اوکی همین جزیره را وقتی اوی کردن ما کورسیده بودیم همین اول با فاکولته که همین جزیره رفته است فاکولته ما بود فاکولته شرق شناسی این همین لینگافونی کابینت ها بود بعضی اودیتوریای خالی بود همین وقتی میدیدیم که تری نماز قضا میشه کو بعضا دیر ترک بشید درسو خب دما همونجا میرفتیم میخوندیم یک کس اتاس هم ایستاد در وقتی مکروهیش هم که میخونی وقتی بخون قضا نکن برای قضا کردن نماز گناه کبیره است با این نماز اوخی این نماز مطلقه یک نور داره یا صفا داره حتی این همین نمازی را که با مستحب میخونن کو اگر به شرطی که مانع او انسان باشه اینا یک ماه گرفتن حبست کردن نمیمونند که اوقاتی طهارت کنی تو مستحب میکنی نماز میخونی ها ایام زندان که برمدی یا ماه نماز تا قضا میکنی برای که مانع تو انسان شدگی ای اگر هم یک کاری طبیعی باشه کسل شدی یا هم او نباشه این حالتو دا اشکال نداره جو مثلا همون تیمم کردی خوندی با همون خلاص نه که اگر مانع تو انسان شوه همون رو ایسری نه همه همون نماز رو طهارت میکنی و همش قضایی میخونی و این کاری جدیه بچه‌ها میگم که نماز فرمان خدا است ساعت قبول الله است وقتی ساعت قبول الله رسید دیگه همه باید دم بگیره تمام نماز باید ادا شود خدا مراسم حج یا مسافر تای ترسی در کاریدور گشته است با ترسی کوی سویسکی بود کو کابوتاک سیاحت تاریخ یا اوجی ایت گارانتی چیکو کردیستی او میگه خوب میرم اما خوب میرای تای ترسی میگردی تای ترسی خوب میرای من میگه عادت نکردم با باشیم و با ایزو خوب کردن نمیتونم میخونه با تو حاجی شیدای او هم مردم هم در هم اروپا را در شب با لباس شبونه دارن اوخه پیژامه میپوشن ایزولا میکشید
نمیفهمن یا خیلی بچورا همجا نوشتگیه که همین مرد زنش از نظر شرعی نیست طلاق کرد نوشتگیه همینطوری من خودم دیدم همین پونک در همه حلنامه هسته با وقت امضا میکنه تو در تاش این طلاقی کتبی میشوه این علاقه طلاق شده است کارشون بود که کردن مقصد بعد نکاح کنن و بعد هم گرفتن حلنامه سودی ای سری نه بله بله بعد یعنی حلنامه سود گرفتن تو انا حلنامه سود امضا نکنه طلاق نمیشوه همونجا که که طلاق میشوه بله بله خداوند حفظت کنه پروردگار از جمیع بلا و گزندان نگهبانت باشه و صاحب نبیروهای خوب صالحت کنه سلام علیکم بعد آقاش بسیار شد همون جداکریش برای افایاقی برای چی هست؟ اینجا نکاح اجدا میکنن بعد اونجا میروند یا مقصد که خلصتوی هم بزن میگیرن اون کامپیره که او سا میگیرن برای گرجده است و حضرت بیان باید نکاح کنم بایدم باید همسر ایجاکیش اگر در همیجا رفتنی باشه اول نو رفته باشه حلنامه سود گیری اول نکاح کنه ببره بخی بله اگر همونجا باشه همونجا که باشه یک آدم وکیل میکنه در اینجا یک آدم وکیل میکنه مثلا پدرش یا برادرش او با وکالت همه نفسی همون چرا قبول میکنه برای که نکاح با تلفن نمیشه تلفن هیچ وقت مکان واحد مجلس واحد حساب نمیکنه نیستی لابلگیش ازدواج کرده است در 9 سالگیش ازدلاف در 6 سالگیش ازدواج کرد نه که در خونه پدرش بود 9 سالگیش در بعد انم 6 سالگی در نکاح کرده است ازدواج همون نکاح است در 9 سالگی به حضرت دید خونه خودش آورد خلوت در 9 سالگی شده انا همون خیلی ها بله همون شام که گفتن بین عصر شام پیش شام نکاح نمیشنه که طلاق میشوه آمدی در طلاق مجلس واحد در کار نیستید در طلاق شاهی در کار نیستید آمدی طلاق اگر نمی مردک در خونه خودش تو قشتگی باشه با همین آوازی که گوش خودش میشنوه هم بگه میشوه حجت به شنیدن زنکم نیستید برای مشتونه در سرتون بگیره این طلاق جدیه همه آواز قطعی خودش میشنوه گفت طلاق میشوه تلفن قطعی هم که طلاق کرد طلاق میشوه فقط تلفن هم یه مشکلی داره اگر یک خونه سوخته گور سوخته به ایمان باشه همون مرده که دعوا کنه که نکدم دروغای در کذت کدش نمیشوه برای که آواز میشوه که مقصد دیگرگون کنن به همون شکلی همون کنن اس ام اس هم میخیله نه که اگر تصدیق کنه که خودم کردم دیگه طلاق یا جای گرم نیست لبه